واکنش ها به تیرباران یکمرد توسط طالبان در فراه. مجاهد میگوید که مخالفان اعدام با اسلام مشکل دارند. نگرانی امریکا از تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریستان. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در مورد سازماندهی مجدد گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داد. افزایش اختلاف‌ها میان شرق و غرب. پوتین میگوید که احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای در حال افزایش است. و امریکا به ارزش 425 میلیون دلار تسلیحات به تایوان بفروشد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. به دنبال محکومیت گسترده تیرباران یکمرد در فراه، سخنگوی طالبان در واکنش گفته برخی کشورها و نهادها از افغانستان شناخت درست ندارند. ذبیح الله مجاهد میگوید افغانستان یک کشور اسلامی است و کشورهایی که از مجازات اسلامی انتقاد میکنند یا معلومات ناقص دارند یا با اسلام مشکل دارند. طالبان روز چهارشنبه 16 قوس یک مرد را در ولایت فراه تیرباران کردند و از مردم هم خواسته بودند که به تماشای آن بیایند. طالبان این فرد را متهم به قتل کرده بودند و پس از تاییدیه ملا هیبت الله آخونزاده این شهروند را تیرباران کردند. سخنگوی طالبان گفته است در تمام جهان حتی امریکا و اروپا مجازات اعدام وجود دارد. او تصریح کرده که منتقدان در مورد اجرای مجازات اعدام نشان دهنده این است که بعضی از کشورها و نهادها هنوز هم مطالعه و معلوماتشان در این خصوص نامکمل است و یا با اسلام مشکل دارند و به معتقدات، قوانین و مسائل داخلی مسلمانان احترام نمیگذارند. ذبیح الله مجاهد انتقادها از مجازات اعدام را مداخله در امور داخلی کشورها خوانده است. در هنگام تیرباران این شهروند در فراه شمار زیاد از رهبران طالبان حضور داشتند. سازمان ملل با ابراز نگرانی از اعدام خواهان توقف آن شده است، اما مقام‌های طالبان از اعدام دفاع و حتی اجرای آن را تبریک گفتند. ذبیح الله مجاهد روز پنجشنبه 17 قوس در یک رشته توییت توضیح داده است که افغانستان یک کشور اسلامی است و بیش از 99% مردم آن مسلمان هستند و برای اجرای قوانین و نظام اسلامی فداکاری‌های زیاد کردند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا در نشست خبری در مورد سازماندهی مجدد گروه‌های تروریستی در افغانستان هشدار داد. نت پرایس گفت امریکا تلاش می‌کند تا تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی نتوانند از افغانستان به عنوان سکوی پرتاب برای انجام حملات به پاکستان استفاده کنند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه 16 قوس در نشست پرسش و پاسخ در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان که ممکن است دوباره به پناهگاهی برای حمله به کشورهای دیگر تبدیل شود ابراز نگرانی کرد. او تاکید کرد که خطر تروریسم فراتر از منطقه است و امریکا مصمم است که با شرکای خود از جمله پاکستان برای مقابله با تهدید تروریسم کار کند. نت پرایس گفت که ایالات متحده هر کار میتواند انجام میدهد تا تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی نتوانند از افغانستان به عنوان سکوی پرتاب برای انجام حملات به پاکستان استفاده کنند. امریکا در حال از حمله احتمالی گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان هشدار میدهد که تحریک طالبان پاکستان اخیراً پس از پایان مهلت آتش‌بس به نیروهای خود دستور داد به سراسر پاکستان حمله کنند. آقای پرایس در مورد همکاری امنیتی امریکا با اسلام آباد گفت که پاکستان از چندین جنبه شریک مهم این کشور است و امریکا با تقویت همکاری‌های نظامی بین دو کشور ادامه می‌دهد. پاکستان طی هفته‌های اخیر هدف حملات گروه‌های مسلح قرار گرفته است که بخش از این حملات را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه گفت که طالبان تا به امروز نشان دادند که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به تعهداتی که دادند عمل کنند. او افزود که طالبان نه تنها در قبال جامعه بین‌المللی بلکه مهمتر از همه در آخر کار به مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. آقای پرایس با تاکید به حمایت از مردم افغانستان با دور زدن طالبان گفت که این کشور به کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که جنگ در اوکراین ممکن است طولانی شود و احتمال آغاز یک جنگ هسته‌ای نیز در حال افزایش است. رسانه‌های بین‌المللی روز پنجشنبه 8 دسامبر گزارش دادند که او در جریان سخنرانی خود در تلویزیون روسیه این موضوع را بیان کرده است. پوتین افزوده که ارتش روسیه ممکن است مجبور باشد برای مدت طولانی در جبهه اوکراین بجنگد و در حال حاضر لزوم بر فراخواندن مجدد سربازان ذخیره هم نیست. او از افزایش احتمال یک جنگ هسته‌ای سخن گفت ولی تاکید کرد که ارتش روسیه بدلیل تهدید به استفاده از چنین سلاح‌هایی نخواهد کرد. پوتین تصریح کرده است ما دیوانه نشده‌ایم و می‌دانیم معنای سلاح هسته‌ای چیست. تسلیحات هسته‌ای که ما در اختیار داریم از هر کشور دیگر پیشرفته‌تر و مدرن‌تر است. اما قرار هم نیست آن را مانند یک تیغ در دستمان بگیریم و شروع کنیم به دویدن در سراسر دنیا. رئیس جمهور روسیه در حال از آغاز یک جنگ هسته‌ای سخن می‌زند که اولاف شولتز نخست وزیر آلمان گفته که به دلیل فشارهای بین‌المللی بر روسیه احتمال شورآور شدن یک جنگ هسته‌ای به شدت کاهش یافته و مسکو تهدیدات خود را در این زمینه متوقف کرده است.
بر اساس گزارش‌ها دولت آمریکا فروش 2 محموله اسلحه به ارزش بیش از 425 میلیون دلار به تایوان را تصویب کرده است. نشریه هیل روز چهارشنبه 7 دسامبر گزارش داده است که وزارت امور خارجه آمریکا فروش قطعات هواپیما برای حمایت از جنگنده‌های F-16، هواپیماهای حمل و نقل C-130 و دیگر سیستم‌های تسلیحاتی به تایوان را تایید کرده است. بر اساس گزارش، بخش از این معامله که 330 میلیون دلار ارزش دارد، شامل قطعات و تجهیزات می‌شود و بخش دیگر آن که در برگیرنده تجهیزات و لوازم جانبی است 98 میلیون دلار ارزش دارد. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است این معامله که به حمایت از تلاش‌های تایوان برای حفظ توانایی دفاعیش انجام خواهد شد به منافع ملی، اقتصادی و امنیتی آمریکا کمک می‌کند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر رغم اختلاف‌های واشنگتن و بیجینگ بر سر تایوان ماه گذشته در اجلاس گروه 20 در بالی اندونزیا با شین جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. چین تایوان را بخشی از خاک کشورش می‌داند و قصد دارد که اتحاد مجدد تایوان و چین به زودی اتفاق بیفتد.